سلام. برای تعویض این مدل از کاتر یا موکت بر ما هر وقت که تیغمون کند بشه اینو خیلی راحت میکشیم بالا و تا اونجایی که کند شده اگه یه دونه از این پره ها باشه فقط هم زیرش میایم، زیر این خطی که هست که بتونیم نگهش داریم، این رو با یه انبر یا یه چیزی شبیه انبر اینجوری میشکنیم. اگه خیلی کند شده باشه تا آخر که خب نیاز هست که این تیغه کلا تعویض بشه، اینو انقدر میکشیم بالا تا این گیره از این قسمت خارج بشه و این خودش دیگه در میاد. وقتی این در اومد یا تموم شد تعداد تیغامون، خواستیم تیغ اضافه کنیم، کافی این گیره بالا باشه و اینو دکمه رو فشار میدیم به سمت بیرون و میتونیم تیغامون رو اضافه کنیم. خیلی مهمه که این پایه‌ای که این زیر هست، فنری که داره، انقدر رو این حالت باشه که بتونیم وقتی تیغه جدید اضافه میکنیم این رو تیغا رو بکشه به سمت بالا. حالا ما میتونیم نهایتا 5 تا تیغه اضافه کنیم، اینجا داشته باشیم اضافه. تیغا رو که اضافه کردیم دوباره میذاریم تو این قسمت. گاهی وقتا نیاز هست یکم فشار بدیم که جا بخوره. خب وقتی جا خورد با این گیره اینقدر بازی میکنیم تا بره سر جای خودش بشینه و تیغه رو بتونه بده بیرون. الان دوباره این تیغه رو میپرستم بیرون که ببینیم وقتی بره سر جاش تیغه بعدی رو به خودش میکشه بیرون. حالا این دقیقا کجا باید بره؟ مثلا یه دور دیگه در بیارم. ببینیم این گیره‌ای که اینجا هست، حالت برآمدگی که داره، باید بیاد این تو، این رو بگیره با خودش، تیغه‌ای که از این تو رد میشه و دقیقا این باید بشینه این تو، یعنی اینجوری. وقتی این اتفاق بیفته میتونه اینو با خودش هدایت کنه به سمت بیرون. الان فکر کنین من اینو گذاشتم این داخل، اینم میره به سمت بالا. وقتی بتونه بازی کنه ما اینو اضافه کنیم، حتی اگه یه تیغ هم داشته باشیم باید بتونه بیاد و اینو با خودشون یه دونه رو با خودش ببره. اینقدر بازی میکنیم تا بتونه پیداش کنه. اگه 5 تا باشه خب خیلی راحت تر این اتفاق میفته، چون از زیر فشار میاد و فنره کمک میکنه که این بیاد بیرون. سعی میکنیم همیشه 5 تامون اون داخل داشته باشیم و وقتی که یه دونه باشه میبینی خود خطرناک هم هست، چون ممکنه بیاد بیرون کلا، ولی اون 5 تای اون زیر، 4 تای اون زیر کمک میکنه که فشار بهتری بینشون باشه. مرسی که تماشا کردیم، وقتتون بخیر.